سلام، وقتتون بخیر. امروز تصمیم گرفتم که یک آموزش براتون بذارم برای نصب سلفون چراغ. همینطور که میبینید تو حالت سه‌بعدی که این چراغ داره، یکی از سخت‌ترین کارهایی که باید انجام بدیم. قبل از این که ویدیو رو کامل ببینید ممنون میشم که ما رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستین که به کارشون میاد و میتونن با دیدن این کارشون رو خودشون انجام بدن. این کار شما به ما انرژی زیادی میده و به ما اجازه اینو میده که ویدیوهای بیشتر و آموزش‌های بیشتری رو بده. همینطور که توی تصویر میبینین، توی مرحله اول برچسب رو باز میکنیم و روی کار قرارش میدیم. با استفاده از سشوار صنعتی کارو گرمش میکنیم و انعطاف پذیری برچسب رو زیادش میکنیم و در زاویه های مختلف اونو به میزان کافی کش میاریم. فقط باید حواستون باشه که برچسب کش میاره ولی از حد معمولش بیشتر کش نیاد که یا باعث پاره شدن و یا باعث میشه که بعد از اینکه کار رو تموم کردین لبه های کار برگردن. خب این یه مورد منفی میشه توی نصب کار. خب حالا کار رو قالب کردیم، بعد میان لبه های کار رو با کاردک به طور دقیق و ظریف پرس میکنیم و بهترین حالت اینه که همینطوری که اون لبه چراغ جلو باز شده قاب بغل هم باز بشه. ولی خب این مشتری خواست که بدون باز شدن این قاب بغل کار براش انجام بده، ما هم انجام وظیفه کردیم. با ظرافت کامل اضافه های کار رو برش میدیم، لبه رو پرس میکنیم، سشوار صنعتی میزنیم و در نهایت یک کار زیبا و جذاب و تحویل مشتری. یک کار زمانی که میخوایم زیبا در بیاد، ظرافتی که در اطراف کار اجرا میشه خیلی تأثیر داره. کار اگر اون ظرافت ریزکاری هاش انجام نشه، اون کیفیتی که باید داشته باشه نداره و تفاوت کار حرفه‌ای و کار آماتور در انجام همین ریزکاری ها و ریزگیری های ظرافت کار. خب حالا بعد از قالب کردن و برش زدن یه بار دیگه سشوار میگیریم روی لبه های کار رو قشنگ پرس میکنیم و بعد از پرس کردن یک سلفون شفاف روی کار هست. این سلفون رو بر میداریم که کارمون به طور کامل شفاف و دقیق و زیبا باشه و در نهایت سشوار نهایی رو میگیریم روی کار تا اینکه لبه های کار پرس بشه و اطمینان کامل داشته باشیم از اینکه این کارمون به طور کامل و حرفه‌ای انجام شده و تمام مواردش قشنگ رعایت شد. زاویه هایی که توی کار وقتی میگم باید رعایت بشه، همینطوری که توی کلیپ ببینین کوچکترین قسمت های کار به طور منظم نصب شده، بدون هوا، بدون چروک و شفافیت و زیبایی جالب. و این مشتریمون از اونجایی که به گوزن علاقه داشت، دوست داشت موتور شاخ گوزنی بشه و یه برچسب شاخ گوزنی هم ما بهش اضافه کردیم که بسیار تا بسیار هم لذت برد از این اجرا. ممنون میشم که این ویدیو رو برای دوستانتونم بفرستین و با این کارتون ما رو حمایت کنین. توی ویدیوهای بعدی منتظر آموزش‌های دیگه از ما باشید.